اومدم برای یه آموزش خیلی خیلی باحال. میخوام آموزش بدم چجوری آیتماتون رو 2 برابر کنید. هرچی مهم نیست چی باشه، ندرایت، دایمه، حتی وسیله بیارزش. نگاه کنید 2 تا هاپر میذارین، وسیله هاش هم اینا هستن. بعد این 2 تا به هم وصل بشن. به استیکی پیستون هم نیاز دارین، خیلی لازم میشه. الان باید اینا با ردستون به هم وصل کنید. مثلا نگاه کنید بچه‌ها، شما میتونین بیکن دارین، من میخوایم به رفیقاتون بفروشم، اما با اینکه میتونین 2 برابر کنیم، من خوشم میاد از این ایده. میتونم کلا همه چیمه دوستامو بگیرم ازشون، اما ایتمای خوبشون ازشون میاد. خب الان این دایمنداتون رو میتونید تو بانده و این شکلی میشه. حالا فعالش میکنین و این میاد، شما اینجوری تو هاپرا رو نگاه میکنین تا 2 تا بشه. خب 2 تا شد بچه، 2 تا شد. نگاه کنین 2 تا شد آیتما، میبینی؟ خب ای بابا واسطا دیگه گرفتنشون سخته. 3 تا 3 برابر شده، پشما 4 برابر داریم، کلی دایمن 4 برابر کردیمش بچه، خیلی چیه خوبیه. حالا من میشکنمشون. میبینید دایمنداتون چند برابر شد. این کار تو سوروایول هم میگیره و بدون مود هستش. و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با لایک و ساب کردن به من انرژی بدین و چیزی نمونده تا 50 تا شدن. به 50 تا سابسکرایبر من برسین تا بتونم براتون ویدیو زنده بذارم. خدا نگهدار، میبینمتون.